ضمن هر یک واخوری با راهبران ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها اینچنین با اهالی کشور اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان درباره ضرورت پیشکی ذخیره کردن محصولات غذایی برای 2 سال اندیشه‌های سودمند بیان می‌دارند. طبق تاکیدها محصولات از قبیل شکر، عسل، مکرون، سبزیجات کنسرو شده، مربا، میوه‌های خشک، خاکه شیر، چای، روغن رستنی، برنج، ارد و غیره می‌تواند برای مدتی دراز نگهداری شود. ساکنان جماعت دهات اونجی نوی باباجان غفوروف با نظرداشت منفعت‌آور بودن ذخیره محصولات و به طور دائمی تامین بودن خانواده‌شان ذخیره نمودن محصولات را برای تا 2 سال مهم می‌شمارند. اکثریت ساکنان جماعت دهات اونجی در اساس دستور سفارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در قطعه‌های زمینی نزد حولگی، خواجگی‌های شخصی یاری رسان و زمین‌های اجاره‌ای با شغل دهقانی مشغول بوده کشتی زراعت‌های خواجگی قشلاق را به راه مانده برای داشتن ذخیره 2 ساله کوشش به خرج می‌دهند. ساکنان امروز ذخیره 2 ساله مواد آذوقه‌واری را دارند، از جمله دانگی‌ها و مانند برنج، موش، لوبیا، اینچنین روغن، محصولات گوشتی. مشاهده ها نشان می‌دهد که قسمی از محصولات ها را به طور خشکانیده ذخیره می‌کنند. ساکنان این جماعت که اکثراً به کشاورزی مشغول هستند، یکی از تامین کنندگان اساسی بازار استعمالی با محصولات گوناگون به شمار می‌روند. آنها زمین را ثمره‌ناک استفاده برده محصولات 3 سال نموده‌شان را قسماً به فروش می‌برند و قسمی از آن از قبیل لوبیاگی‌ها را در خانه ذخیره می‌نمایند، زیرا محصولات لوبیاگی را تا 2 سال نگه داشتن ممکن است. همه وقت دهقانی که مشهور هستم، اهل عائله‌ام که زمین دارم، یک چند نمودهای زراعت کش میکنیم. در اساس سفارش جناب عالی ما هر سال ذخیره میکنیم محصولات های کشاورزی، همه جهت زندگی پیش میبریم حسابی دهقانی ما. این زمان در اکثر منطقه های کشور موسم پخته رسیدن میوه و سبزیجات است. ساکنان در این موسم از محصولات کشاورزی که فراوان است، کنسرو های گوناگون، افشوره و شربت ها آماده نموده برای سالهای آینده ذخیره میکنند که اون از جهت اقتصادی خیلی منفعت آور می باشد. با تاکید کارشناسان ذخیره هر یک نمود محصولات در وقت فراوانیش خیلی سودمند است. اصلا مردم تاجیک از قدیم در جایهای مخصوص محصولات گوناگون را ذخیره می نمودند و این عنعنه من بعد نیز ادامه داده می شود، زیرا در زمان زود تغییر یابنده وضع اقتصادی اجتماعی جهان باید ساکنان جهت ذخیره محصولات تا 2 سال تدبیرهای ضروری اندیشند.